کال آف مرد. حدوداً 5 سالی میگذره که مرده و فقط یه تنلش مولتی پلیر ازش باقی مونده. دیگه شاید هیچ وقت داستان سرایی‌های برگزونی مثل نسخه‌های قدیمی ورلد ات وار و مودرن وارفیر و بلک آپس رو نبینیم که با جون و روحمون بازی می‌کردن. ولی مگه بازی شوتر اول شخص خوب کم داریم که بخوایم منت قصاب بکشیم؟ اندازه تک تک ثانیه‌های این ویدیویی که الان داریم می‌بینی بازی شوتر خوب داریم که می‌خوام 3 تا از خوش ساخت‌تریناشو بهت معرفی کنم. و اصلا مهم نیست که سیستم زغالی داشته باشی یا خارمادری. این بازی واجب الپلی، یعنی قبل از مرگت خدایی نکرده باید حتما تجربهشون کنی. از چاخان اغراق کردن که بگذریم، اولین بازی احتمالاً به چشم خیلیاتون آشنا به نظر بیاد. همونطور که اکثرا میدونید کمپانی الکترونیک آرتس تو نسل 7 به قبل 2 تا فرانچایز شوتر اول شخص محبوب داشت. اولیشو که خب همه میشناسن و چیزی جز بتلفیلد هم نیست. دومی ولی مجموعه‌ایه که متاسفانه 2 نسلی هست به فراموشی مطلق سپرده شده. یعنی فرانچایز خاطر انگیز مدال آف آنر که یه جورایی پدر معنوی کال آف محسوب میشه. دارک شد. نسخه 2010 مدال افتخار که توسط استودیو دنجر کلوز گیمز و با همکاری دایس ساخته شده، یه ریبوت برای این مجموعه محسوب میشه، با این تفاوت که به جای جنگ جهانی دوم روی جنگ افغانستان و مبارزه نیروهای آمریکایی با طالبان تمرکز کرده. شروع داستان در سال 2002 در دل کوههای سرد و بیرحم افغانستان آغاز میشه، جایی که سایه‌های مرگ و ترس رو میشه توی هر گوشه‌ای دید. پلیر در نقش یک تکاور با نام مستعار ربیت که عضو نیروی ویژه دریایی هم هست، در کنار گروهی از تکاوران دیگه وارد عملیات شناسایی میشن. جزئیات این مأموریت شامل کشف و نابودی یک محوطه تروریستی در کوههای شاخداره. مأموریت‌های بازی همواره سناریوهای داستانی جذابی رو در پیش داره و با شخصیت پردازی نسبتا مناسب، داستان بازی همواره کشش خوبی داره که میتونه تو 5 ساعتی که بازی رو تجربه میکنید رضایت بخش باشه. اما نگذریم از تنوع عملیات‌ها و طراحی گیم پلی مأموریت‌های مختلف که واقعا حس یک تکاور واقعی رو منتقل میکنه. تو عملیات‌های شناسایی و نابودسازی، پلیر با سیگنال دادن به نیروهای هوایی بارونی از آتش رو روی تروریست‌ها فرود میاره. تو عملیات‌های نجات گروگان، سایه‌ها رو انتخاب میکنه تا با دیده نشدن و بی سر و صدا حرکت کردن جون گروگان‌ها رو به خطر نندازه. یا تو مرحله‌ای که در نقش تکاور دیگه به نام دوست قرار داریم، با همراهمون داستی سوار بر موتورهای چهارچرخ آفرود میشیم تا توی کوهستان‌های وحشی افغانستان مسیرهای مختلف رو طی کنیم. خدایی وقتی برای اولین بار این مرحله رو انجام میدادم خیلی بهم کیف داد. همه این مراحل به لطف آنریل انجین 3 طراحی شدیداً جذابی دارن که حس و حال جنگ در افغانستان رو کاملا منتقل میکنه و موجب ایجاد جزئیات بصری بالا و محیط‌های واقع گرایانه شده. صداگذاری بازی هم همسو با طراحی محیطش حرفه‌ای و دقیق انجام شده. از صدای انفجارهای مختلف بگیر تا تنین گرم اسلحه‌ها همشون عالیان و از این بابت میتونم بگم با یکی از بهترین های نسل 7 طرف هست. در کنار موارد گفته شده، تنوع اسلحه ها نسبت به تایم گیم پلی کوتاه بازی مناسبه. و یه چیزی هم از این بازی که خیلی خوشحالم کرد راجع به هوش مصنوعی همگروهی هامونه. علاوه بر اینکه مثل 90% همراه تو بازی‌های مختلف دکوری نیستن و واقعا به انمی شلیک میکنن، هر موقع مهمات کم میارید بهتون خشاب میدن. فرقی هم نداره چه اسلحه‌ای دستتونه، اینش یکم باگه. در نهایت نسخه 2010 مدال افتخار با وجود ضعف‌های کمش و تایم گیم پلی کوتاهی که داره، یه تجربه مناسب و قطعاً بهتر از کال آف امروزی رو ارائه میده. بیایید امیدوار باشیم توی نسل نو ای نگاهی دوباره به قدیمی ترین بازی شوترش داشته باشه، بلکه دوباره روزهای اوج این مجموعه رو ببینید. به عنوان بازی دوم یه آیپی خاص رو داریم که بیشتر اکثر بازی‌های همسبک خودش حال جنگ زدگی رو منتقل میکنه. فرقی که این گیم با اکثر بازی‌های همسبک خودش داره اینه که تو بازی‌های مثل کال آف دیوتی و بتلفیلد و مدال آف آنری که معرفیشو با هم دیدیم، پلیر به عنوان یه اسکواد ویژه وارد یک کشور غریبه نمیشه تا با تهدیدات جهانی و تروریستا مقابله کنه، بلکه تو این بازی ما طعمه‌ای هستیم برای سربازای متجاوزی که کشورمون رو اشغال کردن. نسخه اول عنوان هوم فرانت دیدگاه متفاوتی از جنگ رو بهمون نشون میده که بسا روایت بسیار تاثیرگذاری داره و تجربهش میتونه برای پلیرای این سبک منحصر به فرد باشه. این بازی تو سال 2011 توسط کیاس استودیوز توسعه پیدا کرده و THQ اونو برای کنسول‌های نسل 7 و PC منتشر کرده. داستان بازی روایت جدید و نسبتاً تخیلی رو راجع به آینده کشور آمریکا در سال 2027 به تصویر میکشه. آمریکا به خاطر رکود اقتصادی و مشکلات
سیاسی کمرش شکسته و خیلی ضعیف شده. از طرفی توی کره شمالی بعد از مرگ کیم جونگ ایل پسرش کیم جونگ اون رهبری کشور رو به دست میگیره و با ادغام کره جنوبی جمهوری کره بزرگ رو تشکیل میده. این جمهوری به سرعت به یک قدرت نظامی برتر توی آسیا تبدیل شده و جایگاه خودش رو با حملات نظامی و سایبری محکم کرده. روایت بازی با تمرکز روی شخصیتی به اسم رابرت جیکوبز شروع میشه که یک خلبان بازنشسته است و در حال حاضر زندگی آرومی رو توی کلرادو سپری میکنه. سربازان کره شمالی به خونه رابرت حمله میکنن و با دستگیری رابرت مجبورش میکنن که باهاشون همکاری کنه. زمانی که رابرت داخل اتوبوس داره به سمت پایگاه کره منتقل میشه، نیروهای مقاومت محلی به رهبری شخصیت‌های کانا و ریانا رابرت رو نجات میدن و اونو به جنبش مقاومت دعوت میکنن. رابرت به همراه دارا و سارا کانا و ریانا و اعضای دیگه مقاومت به مبارزه علیه اشغالگرا میپردازه و طی مأموریت‌های مختلف گروه مقاومت سعی میکنن برنامه‌های سربازان کره‌ای رو مختل کنن و مردم آمریکا رو از اشغال و اسارت نجات بدن. به لطف چیدمان خوب داستان و شخصیت پردازی مناسب کاراکترها، هومفرانت یک روایت جذاب و نسبتاً خاص رو ارائه میده و از این حیث اشکال خاصی نمیشه بهش وارد کرد. برخلاف داستان، گیم پلی عنوان هومفرانت یه تجربه شوتر سرراست رو ارائه میده. نه اینکه سطحی باشه، ولی چیز انقلابی رو تو خودش نداره. درست مثل 90% بازی شوتر، هومفرانت پر شده از انواع اسلحه‌های مختلف که توی موقعیت‌های متفاوت کاربرد دارن. تنوع مأموریت‌های بازی هم تو سطح قابل قبولی قرار داره. استثنایی نیست، ولی برای تایم گیم پلی بازی مناسبه. طی روند بازی توی سری از مأموریت‌ها پلیر کنترل پهپادها و یه تانک بدون سرنشین رو به دست میگیره به اسم گلایس. گلایس خودش به تنهایی یه ارتش نظامی تک نفر است که تو اکثر موقعیت‌ها راه گروه مقاومت رو هموار میکنه. پلیر با مشخص کردن تارگت گلایس رو برای از بین بردنشون هدایت میکنه. حین انجام مأموریت‌ها به شخص ارتباط عمیقی با گلایس برقرار کردم که عجیب و خاص بود واسم. تا حالا تو هیچ بازی یه تانک انقدر رو من تاثیر نذاشته بود. از داستان و گیم پلی بازی که بگذریم، یکی از عناصر به شدت جذاب بازی طراحی محیط جنگ زده آمریکاست. همون اول بازی زمانی که در حال انتقال به پایگاه سربازان اشغالگر کره هستید، سایه جنگ رو توی خیابانا و کوچه پس کوچه‌های شهر می‌بینید. سربازان کره‌ای وحشیانه در حال قتل و دستگیری شهروندای بیگناهی هستن که جرمشون فقط آمریکایی بودنه. تو پایگاه‌های خودی هم که متشکل از مردم جنبش مقاومت، اثرات جنگ کاملا خودنمایی میکنه. مردم تو سخت‌ترین شرایط در حال تلاش برای بقا هستن و خانواده‌هایی که عضو این گروه مقاومتن هر کدوم به نحوی تلاششون رو میکنن تا از این مصیبت جون سالم به در ببرن. گرافیک بازی هم شاید به واقع گرایی عناوینی مثل بتل یا کال آف مادرن وارفیر 3 نباشه که توی همون سال 2011 عرضه شده، ولی بدون شک آرت استایل خاص خودشو داره که بچه تمایز این بازی با دیگر عناوین این ژانر. در نهایت نسخه اول هومفرانت برخلاف ادامه این آی پی که سعی کرد یه بازی اوپن ورلد بزرگ با المان‌های زیادی ارائه بده ولی با شکست فجیعی روبرو شد، عنوان سرگرم کننده‌ای با داستان و محیط‌های تاثیرگذاریه که تجربهش حداقل برای یک بار قطعاً پیشنهاد میشه. چون من آدم پلیدی هستم و میخوام ازتون کامنت زوری بگیرم، قبل از معرفی بازی سوم که به نظرم بهترین بازی این ویدیو هم هست، یه سوالی ازتون میپرسم. خوب میدونید که بازی شوتر اول شخص خطی اکثرا یه مجموعه‌ای رو تشکیل دادن و توی سالیان سال به قصد شیردوشی یا چیزای دیگه نسخه‌های مختلفی ازشون عرضه شده، مثل کال آف و بتلفیلد و ولفنشتاین و مدال آف آنر و کلی فرانچایز دیگه. حالا سوال اینه که به نظر تو کدوم یکی از این مجموعه‌ها با وجود اینکه سالیان سال شیره‌شون کشیده شده کمترین پیشرفت داشتن و هنوز بازیای خوبی ان؟ بعد از اینکه ویدیو رو لایک کردی جوابتو برام کامنت کن تا ببینم کدومتون به نظر شخصی خودم نزدیک هستید. برخلاف خیلی از بازی‌های شوتر اول شخص که مجموعه خودشونو دارن، چندین نسخه ازشون عرضه شده، یه سری بازی‌ها هم هستن که کلا یه نسخه بیشتر ندارن و ادامه‌ای واسهشون ساخته نشده. ولی نداشتن دنباله برای یه بازی هیچ وقت به معنی بد بودن اون بازی نیست. به طور مثال عنوان بولتستون که تو سال 2011 توسط استدیوهای اپیک گیمز و پیپل کن فلای توسعه یافته و از طریق الکترونیک آرتس برای پلتفرم‌های نسل هفتی منتشر شده و میتونه به عنوان یکی از خلاقانه‌ترین بازی‌های شوتر دهه قبل یا همین الان به حساب بیاد که با ترکیب گیم پلی سریع و خاصش و طنز درون مایش توجه بسیاری از کاربران و منتقدان رو تو زمان عرضه به خودش جلب کرد. برخلاف تعداد خیلی زیادی از بازی‌های شوتر اول شخص تو اون دوره که داستان بازی رو حول محور جنگ دو تا کشور و اشغال اشغالگری میچرخوندن،
بولت استورم روند متفاوتی رو برای شرح روایت خودش پیش گرفته. داستان بازی در آینده‌ای دور و در سیاره‌ای ناشناخته به نام استیجیا روایت میشه. شخصیت اصلی که پلیر سکان هدایتش رو بر عهده داره گریسون هانت نام داره که لیدر گروهی به نام دد اکو هم هست. گریسون هانت و تیم دد اکو در ابتدا برای یه ژنرال فاسد و قدرتمند به نام سورانا کار می‌کردن. اونا به عنوان یه تیم ویژه مأموریت‌های مختلفی رو برای این ژنرال انجام می‌دادن و اهداف تعیین شده رو به قتل می‌رسوندن. اما به تدریج گریسون و تیمش متوجه میشن که اونا در واقع افراد بیگناهی رو به قتل می‌رسوندن که هیچ عامل تهدیدآمیزی به حساب نمی‌اومدن و فقط برای کارهای کثیف یا به اصطلاح درتی ورک ژنرال سورانا کشته می‌شدن. گریسون و تیمش که از این قضیه به شدت کفری شدن تصمیم می‌گیرن از سازمانی که توش کار می‌کردن فرار کنن و از سورانا انتقام بگیرن. داستان بولت استورم تو نگاه اول و به خصوص به خاطر طنز درون مایه بازی سطحی و احمقانه به نظر میرسه، ولی هر چقدر داخل بازی پیشروی میکنید به مرور ارتباط عمیق‌تری با گریسون و ژنرال سورانا میگیرید. از حیث گیم پلی بولت استورم یکی از متمایزترین بازی‌های شوتر تو سال ارزش بود که هنوزم جذابیت‌های خودش رو حفظ کرده تا تجربه یه شوتر سرعتی عالی رو ارائه بده. جدا از سلاح‌های مختلفی که داخل بازی وجود داره، بولت استورم میزبان دو مکانیزم یا بهتر بگیم دو وسیله خاص تو گیم پلی خودشه. دو ابزار کاربردی که به طور عمده طی بازی از اون استفاده می‌کنیم و نقش مهمی هم توی گیم پلی دارن، شامل چکمه‌های گریسون و شلاقیه که اون از جنازه یه مزدور ویژه کش میره. این چکمه‌های جادویی با قدرت ضد جاذبه‌ای که دارن به پلیر این امکان رو میدن که با لگد زدن به دشمن اون از خودش دور کنه یا به سمت طلاهای مختلف پرتاب کنه یا حتی با مخلوطی از سایر حرکات اسلحه‌ها ترکیب کنه. لیش یا شلاقی هم که گریسون پیدا میکنه قدرت ضد جاذبه داره و با استفاده از اون میشه انمی‌ها رو از فاصله دور به سمت خودتون بکشید و توی هوا معلق نگه دارید. سیستم گامپلی بازی هم با وجود اسلحه‌های متمایز با دنیای واقعی لذت خودشو داره، ولی تعداد اسلحه‌ها میتونستن بیشتر باشن. اما ترکیب مکانیزم‌های لیش و لگد زدن و تیراندازی و موارد دیگه یه اکشن هیجان انگیز رو به پلیر ارائه میده. بولت استورم از حیث گرافیک فنی هم به لطف موتور پرقدرت آنریل انجین 3 تو زمان خودش واقعا زبون زد بود و همین الان هم همونطور که خودتون داخل ویدیو میبینید کیفیت قابل توجهی داره. از انفجارهای متعدد بگیر تا انیمیشن لگد زدن و استفاده از شلاق همگی روون و بدون اشکاله. حتی طراحی کاراکترهای بازی هم با وجود گذشت این همه سال هنوز تو سطح مطلوبی قرار داره. محیط‌های رنگارنگ بولت استورم هم دقیقاً همون چیزیه که از یه بازی سایفای انتظار دارید. سیاره استیجیا پر شده از مناطق مختلفی که هر کدوم پوشش گیاهی و آب و هوای مختص خودشونو دارن و تنوع محیطی به خوبی تو این عنوان رعایت شده. در نهایت بولت استورم با ارائه داستانی پر از حس دوستی و انتقام و تلاش برای رسیدن به رستگاری قلب گیمرها رو لمس میکنه و با ترکیب بی‌نظیری از اکشن سریع و طنز سیاه و خلاقیت در طراحی گیم پلی یه تجربه منحصر به فرد و به یاد موندنی رو ارائه میده. نکته جذابی که برای این بازی وجود داره اینه که نسخه ریمستر بولت استورم برای کنسول‌های نسل 8 و 9 به همراه تمامی DLC‌ها در دسترسه که میتونید ازش لذت ببرید. اینم از 3 تا بازی شوتر اول شخص خفن که سگشون شرف داره به کال اف بتلفیلدهای امروزی که فقط برای پر کردن جیب ناشر ساخته میشن. باشون حسابی بتره کنید و اگه بازم دنبال بازی‌های خاص تو این سبک هستید حتما داخل کامنت‌ها برام بنویسید تا ویدیوهای مرتبط بیشتری درست کنم. اسمم میرساده و مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. بای.